شهوت یه میل شدیده که معمولاً از کشش جسمی یا تمایلات جنسی ناشی میشه. این احساس یه پدیده طبیعی انسانیه و هیچ شرمی در اون وجود نداره. ولی درک اون میتونه کمک کنه تا از فشار روانی که گاهی با خودش به همراه داره جلوگیری کنیم. خب بیایید با هم مراحل مختلف اون رو بررسی کنیم و ببینیم چطور میتونیم احساساتمون رو مدیریت کنیم. سلام دوستان، به کانال ذهن زیبا خوش اومدین. مرحله اول جرقه اولیه. اینجاست که همه چیز شروع میشه، یعنی همون کشش اولیه. شما فردی رو از طرف دیگر اتاق میبینید و ناگهان نمیتونید نگاهتون رو از اون بردارید. شاید لبخندش، طرز راه رفتنش، نوع حرف زدنش یا چیزی ناملموس در وجود شما رو جذب کنه و یه دفعه مغز شما مثل یه درخت کریسمس روشن میشه، پر از هورمون دوپامین که احساس خوبی ایجاد میکنه. طبق گفته متخصصان این مرحله میتونه از چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشه و ممکنه هر بار که اون فرد رو میبینید دوباره اتفاق بیفته. نشونه های رایج این مرحله شامل انقباض عضلات، افزایش ضربان قلب، تندتر شدن تنفس و قرمز شدن پوسته. اما فراموش نکنید که این مرحله کاملا سطحی و غریزیه. هیچ منطق یا شناختی در کار نیست. این خالص‌ترین حالت از زیستشناسی ابتدایی انسانه. مرحله دوم شیفتگی یا شیدایی. حالا آتشی روشن شده و شعله‌وره. در این مرحله احساسات بسیار شدیده. نمیتونید از فکر کردن به اون شخص دست بکشید. هر پیام متنی که میفرسته، هر نگاه یا لبخندش مثل یه شوک الکتریکی شما رو تحت تاثیر قرار میده. مغز شما بیشتر از قبل هورمون‌های خوشایندی مثل نورپینفرین ترشح میکنه که باعث ایجاد همون احساس پروانه در معده میشه. اینجا خیال پردازی ها شروع میشه. شاید سفر اولتون رو با هم تصور کنید، مراسم عروسیتون رو در ذهن ببینید یا حتی بچه هایی که ممکنه با هم داشته باشید رو تصور کنید. شیفتگی انقدر خوب و لذت بخشه که ممکنه اون رو با عشق اشتباه بگیرید. ولی عشق نیاز به زمان و شناخت داره، در حالی که شیفتگی از رمز و راز و هیجان تغذیه میکنه. مرحله سوم وسواس یا اعتیاد عاطفی. به مرحله دید تونلی خوش اومدید. جایی که شهوت پشت فرمان میشینه و شما رو وارد یک تمرکز افراطی، هیجان انگیز و تمام عیار روی یه نفر میکنه. این مرحله اعتیاد آوره. شهوت دقیقاً همون قسمت‌های از مغز رو فعال میکنه که مواد مخدر فعال میکنه و باعث ایجاد میل شدید به بیشتر خواستن میشه. طبق گفته دکتر تونی اشمالوکی در این مرحله سطح هورمون‌های مثل تستوسترون در مردان و استروژن در زنان افزایش پیدا میکنه و میل جنسی، انرژی و تمرکز شما رو شدیداً بالا میبره. توی این زمان مغزتون سرشار از دوپامین میشه. نمیتونید دست از خیال پردازی درباره اون فرد بردارید. ولی نکته اینجایی که شما بیشتر عاشق تصویر ذهنی هستید که از اون فرد ساختید، نه خود واقعی اون. نقاط ضعفش رو نادیده میگیرید، تفاوت‌ها رو نمیبینید. خیال پردازی شیرین‌تر از واقعیت میشه و برای خیلی ها نقش فرار از مشکلات و ناامنی‌های درونی رو بازی میکنه. رها کردن این خیال پردازی خیلی ترسناکه، چون به معنای مواجهه با واقعیته. ریسک ناامیدی یا درک ناسازگاریه. به همین دلیل خیلی ها در این مرحله گیر میکنن. وقتی توی خیالت بمونی، امن‌تر از ورود به یک رابطه واقعی و آسیب پذیره. ولی موندن در این مرحله خطرناکه. وسواس میتونه باعث دلبستگی ناسالم بشه و وقتی واقعیت با خیال هماهنگ نباشه منجر به دلشکستگی میشه. برای عبور از این مرحله باید سرعت رو کم کنید. با خودتون و دیگری صادق باشید و جرأت ورود به یک رابطه واقعی رو پیدا کنید.
مرحله چهارم سرخوردگی یا واقع بینی. اینجاست که آتش بازی ها کم کم خاموش میشه و نور خیره کننده فاز ماحصل جای خودش رو به نور واقعی زندگی میده. بالاخره شما دارید چیزهایی رو همونطوری که هستن میبینید، نه اونطور که تصور کرده بودید. این سوال پیش میاد که آیا واقعاً با هم سازگار هستید یا همه چیز فقط یک نشه شیمیایی زودگذر بود؟ سرخوردگی ممکنه دلسرد کننده باشه، ولی یه مرحله ضروریه. در اینجا هورمون اکسیتوسین یعنی هورمون پیوند وارد عمل میشه تا تمرکز شما رو از جذابیت ظاهری به سمت ارتباط عمیق‌تر ببره. ولی این فقط زمانی اتفاق میفته که شما آمادگی داشته باشید تا از سطح ظاهری عبور کنید و بررسی کنید که آیا پیوندمون واقعیه یا فقط بر پایه شهوت و خیال پردازی بنا شده. مرحله پنجم تصمیم نهایی یا حل و فصل. خیلی هرگز به این مرحله نمیرسن، ولی برای اونهایی که میرسن این نقطه سرنوشت سازه. وقتی میل جنسیتون ارضا شده و آلودگی شهوت از بین رفته، با دو مسیر روبرو میشید. اول اینکه یا پیوندتون به یک رابطه معنادار تبدیل میشه یا رابطه به پایان میرسه. برای بعضیا این مرحله به معنی گذر از کشش جسمی و ورود به صمیمیت عاطفیه، جایی که رابطه فقط بر پایه جذابیت بدنی نیست، بلکه بر اساس درک، همدلی و عشق بنا میشه. در مقابل اگر رابطه فقط بر پایه خیال و کشش فیزیکی بوده باشه، ترک‌هایی در اون پیدا میشه. بدون پیوند عمیق‌تر رابطه از هم میپاشه. در هر دو حالت این مرحله رشد به همراه داره. یا پایه‌ای برای یک رابطه ماندگار میسازه یا آزادی برای رها کردن و ادامه دادن راه. خب، شهوت فقط یک لحظه آنی نیست، بلکه در قالب مراحلی آشکار میشه. پس شما الان در کدوم مرحله هستید؟ آیا آماده اید که به مرحله بعدی برید؟ نظرتون رو در کامنت ها با ما در میان بگذارید. اگر این ویدیو براتون مفید بود، حتما لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. مرسی که همراه ما بودید. خیلی زود میبینیمتون.